ادب تاجی است از نور الهی، بینه بر سر برف هر جا که خواهی. دوامش از خدا جویم توفیق ادب، به ادب محرومان از لطفی رب. احسن. سلام و درود دوستان عزیز، کلی تماشابینانی که اینجا ما را تماشا کرده ایستادید. گمان میکنیم که در این مدتی که 20 دقیقه است، 10 دقیقه است، 30 دقیقه است، یک فایده به خود میگیرید. گرچندی که نه وابسته از جوانی ما کوشش میکنیم با همون قیاس، یعنی با همون فرمت جوانان درباره مولانا حرف زنیم. مهمان اولی قدر خوش آمدید. برای چه اولی قدر گفتم شاید بعضا نفرها هر گونه فکر کنن، زیرا در ما همین گونه است. نمیبینن که چی میگوید، میبینن کی میگوید. چون بسیار جوانایی با فرهنگ و جوانایی که خیلی فهمیده داریم، اما از سببی که جوان هستن یک ویس میگه تو کی هستی، تو کی، کودک، همین گونه. امروز اطراف مولانا صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید بابا. سلامت باشید. پیش از آغاز سخن میخواهم به تمام بینندگان سلامی خود را رسانم و آرزو دارم که همیشه بینندگان تنصیحت خانه آباد باشند. شما در هیجان هستید؟ نه. چرا پوچک بودی کرده ایستاده؟ شاید این یک چیزی بسیار خوب. نگاه کنید دوستان، مولانا میگویند، بلخی میگویند، رومی میگویند، باز خیلی تخلص ها زیاد هستند. برای چی گونه است؟ بیاید پیش از همه اطراف تخلص ها گپ زنیم. یا که کوتاه برای مردم، اکثر همین جوانان، اگر همین کوچه برای این پرسیم اگر مولانا کی است، رومی کی است، شاید نه همه میدونند. خب، مولانا جلال الدین بلخی به این خاطر میگویند که چون مولانا سال 1207 30 سپتامبر دقیقاً در شهر بلخی امروزی افغانستان تولد شدند. به این خاطر میگویند مولانا جلال الدین بلخی. امروزه افغانستان. اما همون زمان میگن که اکنون این یک وادی بود. شاید حتی در ویکی‌پدیا اگر زنید شما مولانا رو ویکی‌پدیا روسی میگوید که در بخش تاجیکستان، و بیشتری علما هم بر این نظرن که در بخش امروزی تاجیکستان تولد شدند. اما مهم نیست، فارس و تاجیک بودن ملتشون. بله. برای ما این کفایه است. این در کجا بودند و چی، اگر ما این رو بازکاوی کنیم شاید این بحث‌های زیاد رو به خود کنند. حالا برای چی رومی؟ در آن زمانی که مولانا تولد شدند و زندگی میکردن، بسیار یک حادثه های تاریخی میگذشت. از جمله مثلا هجوم مغول ها به آسیای میانه، هجوم همین چنگیز خان، و همچنین بعضی جنگ های داخلی مذهبی و دینی بودند. پدری مولانا از این شیوه خسته شدند و خواستند از افغانستان هجرت کنند و با همون شاگردان و مریدانشون رفتند به قصد سفر حج. چندین جایها را گشتند و در آخر ترکیه امروزه را وطن خود انتخاب کردند. در آن زمان مثلا همین منطقه ترکیه را روم میگفتند. به این خاطر میگن که مولانا جلال الدین رومی. حالا چرا رومی؟ چون پدری مولانا رفتن آنجا را وطن انتخاب کردند. پدری مولانا همونجا زندگی کردند و وفات کردند. بعد از وفات پدر، مولانا جای پدر را گرفتن، همین شاگردان را درس میگفتند و خودی مولانا هم در همون قونیه تا آخرین نفس بودند و آنجا وفات کردند. به این خاطر میگن مولانا جلال الدین رومی. و امروز در اروپا هم بیشتر هم فقط رومی میشناسن. اگر مثلا ما گوییم که ممکن مولانا جلال الدین بلخی شاید ندونن، اما وقتی که رومی میگوییم همه زود پی میبرن که منظور همین مولانایی که ما امروز بیشتر میگوییم. نگاه کنید دوستان، ما بزرگان، شاعران، نویسندگان خیلی زیاد داریم. بله. و همشون رو احترام میکنیم، میخوانیم. بله. اما مولانا آبروی بیشتر دارد، یعنی که یک کمی هم باشد فرقیت دارد. چرا؟ درست گفتید دوستم. شاید در جهان هیچ ملت مثل ما ادبیاتی غنی، ادبیاتی بوی نداشته باشد. هیچ ملت شاید مثل ما تاجیکان این ادبیاتی بزرگ را نداشته باشد. شاهد این گفته میتوانند مثلا همون سخنی یکی از بزرگان اروپا، خود او شرقشناس بود، وقتی که انری ماسه او را به نفقه گسیل میکردن، در دانشگاه یک سخنرانی میکند و تمام عالمان اروپا در سخنرانی او جمع بودن. او درباره ادبیات ما صحبت میکند. بعد میگوید که بزرگان، من تمام عمرم را وقف ادبیات همین فارس و تاجیک کردم
و برای اینکه به شما فهمونم همین ادبیات چی هست میخوام یک مثال بزنم. بعد میگه این ادبیات رو در اصل 4 ستون داشته است، یعنی 4 ستونی است که این ادبیات فارسی و تاجیک رو داشته است. حالا این 4 ستون میگه فردوسی هست، سعدی هست، حافظ است و مولانا هست. خوب میگه برای اینکه من فهمونم این 4 شاعر کیه، من باید برای شما از همین بزرگان خودمون آدمان نزدیک به اینها مثال زنم، قیاس کنم که شما فهمید اینها کی هستند. بعد میگه فردوسی به مانندی گومر، ما هومر میگیم همون گومر یونانی است، چون این گومر هم یک شاعر حماسه سرا بود، فردوسی هم شاعر حماسه سرا است، اما میگه فردوسی از او بزرگتر است، اعتراف میکنه. سعدی میگه مثل آناتول فرانسی فیلسوف است، لیکن سعدی از او داناتر است. حافظ باشد میگه مثل گیوته آلمانی است، لیکن گیوته خودش را آمده است و گفته است که من از مریدان و شاگردان حافظم. او افتخار میکند که اگر حافظ مرا به شاگردی گیرد. و وقتی نوبت به مولانا میرسد میگوید که مولانا یگانه است. من هیچ انسانی را نیافتم که از بزرگان خودمان و از دیگران شما را برای او شما قیاس کنم و گویم که این مانند فلان است تا شما مرتبه مولانا رو درک کنید. مولانا میگه غیر از اینکه شاعر هست، او یک متفکر است، یک روانشناس است، یک جامعه شناس است. مولانا کسی هست میگوید که انسان را و خدا را به درجه اعلا شناخته است. برای همین میگوید من به شما توصیه میکنم قدر مولانا را دانید. این سخن یک اروپایی، یک عالم اروپایی است، یک کسی که عمرش رو در تمام عمرش رو وقف ادبیات ما کرده بود. چقدر احترام دارد. این احترام او را بینید. چرا اروپایی ها، امریکایی ها و برون از ما مولانا را اینقدر احترام دارند اما ما کمتر. و اگر که بدانیم یکی از کتاب سرفروشترین در امریکا این همین مثنوی معنوی است. بله. به این خاطر دوستم که آنها مثلا گمشدگی خودشان رو در آثار مولانا پیدا کردن. حالا ما وقتی سخنی این بزرگوار رو گفتیم، او گفت که مولانا یکی از کسانی است که انسان رو به درجه اعلا شناخته است. ما مثلا اگر این حال یک ماشین خریدنی شویم، مثلا به کی مراجعت میکنیم؟ به یک متخصص ماشین که تمام نازکی های ماشین را داند، یا که هر کاری شود به متخصص همان ساحه مراجعت میکنیم. مولانا متخصص انسان است. آنها مشکلات امروزی بشریت، انسانیت رو در مولانا پیدا کردن. چون مثلا مولانا انسان رو اینقدر خوب شناخته است که اگر علم روانشناسی تقریبا تاریخ 200 ساله دارد، قبلا در داخل دیگر علم ها بود، امروز روی انسان زیاد کار کرده باشد، ما میبینیم یک قاعده بزرگی مثلا روانشناسی رو مولانا در یک بیت مثلا برای ما گفتن. فرضاً ببینید انسان اگر هر کاری کند خودش را نشناسد، مشکلاتی یعنی وجودی خودش را حل کرده نتواند، این برای او بسیار مشکل است. برای چی آنها زیاد به مولانا احترام دارند و مانه؟ چون آنها مراجعت کردند و همین آرامش رو در آثار مولانا پیدا کردند. مثلا ببینید این نکته را حالی ما بیان میکنیم، علم روانشناسی هم را 100% تصدیق کرده است. در مورد انسان میگویند که مولانا ای برادر تو همان اندیشه ای، مابقی تو استخوان و ریشه ای. ای انسان هر چیزی که تو داری همین فکری تو هست. یعنی اگر در زندگی هر فکری که تو همون رو در سرت پروری، همون بر سری تو می آید. جای دیگر میگن که آنچه داری تو زیمال و پیشه نه طلب بود اول و اندیشه. ای انسان مگر امروز هر چیزی که تو در دست داری اول همین در اندیشت بود کو؟ مثلا شما همین جا رو همین طور نساختید، اول مثلا در ذهن خود پروریدید من باید این طور کنم، این دیزاین رو گذارم، بله فکر کردید، ایده بر سرتون اومد، سپس او رو در عمل تطبیق کردید. زندگی هم عین همین است. اول در فکرمون میپروریم، خواه مثبت خواه منفی، خواه بد خواه نیک. همین آدم های جنایتکار هم همون جنایت رو اول در سرش میاندیشد، بعد او رو میرد میکند. انسان خوب هم اول در ذهنش چیزی خوب رو، ایده رو میپرورد، سپس میرد همون رو در زندگی ایجاد میکند و نتیجهش رو میگیرد. هر دو انسان این مثلا میگن فکر خوب. مولانا من فکرم رو درست کردم، حالا مثلا در ذهن من بعضی ایده ها میآید، ما سوال میتیم به مولانا بعضی ایده ها می، چون وقتی ما کتاب رو مطالعه میکنیم در اصل ما با همون مؤلف کتاب گویا صحبت میکنیم. وقتی ما اگر از مولانا پرسیم که مولانا خب من
ایده ها می آید. من فکرم دار درست کردم، اما امروز بعضی فکرها در سری من می آید که بسیار بلندن. من کجا آن ایده کجا؟ من مثلا شاید به اونجا رسیده نتوانم، چون فکری من مثلا در ساحه شما باشد، شاید شما یک فکری در سرتون میزند که من میخوام بعد از 5 سال یا که 10 سال در گالیوود یا که در بهترین جاهایی که فیلم ها رو ثبت میکنن اونجا رفته مثلا من بعضی فیلم ثبت کنم. شاید شما گویید که این محال است، لیکن مولانا میگن که نه، این محال نیست. میگن این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوب سزاست. هر ایده ای که در سری تو می آید دون همین طور نیست. خداوند شما را سزاوار دید و این ایده را در ذهن و قلب شما جا کرد. اگر ما حرکت کنیم حتما به آن ایده میرسیم. خب برای این گفتشون تصدیق میارن، یک مثال میارن، میگن که خشکی لب هست پیغام زی آب که به مات آرد یقین این استراب. وقتی که ما تشنه میشویم لبهای ما خشک میشوند، همین خیلی است. گویا آب به ما پیغام میدهد که ای انسان، همین خشکی لبی تو نشانه این است که عاقبت تو رو به ما میرساند، یعنی تو رو به آب میرساند. پس این آرزو هم وقتی که در ذهن ما پیدا می شود نشانه اون است که اگر ما حرکت کنیم به همون آرزو میرسیم. وقتی ما تشنه شویم همین طور نشینیم به آب نمیرسیم، باید رفته همون آب رو از چاه، از جوی یا که از هر جا که باشد یا که از مغازه گرفته خود نوشیم. آرزو هم همین طور عمل نمی شود. خب مولانا ما برای عملی شدن آرزویمان چیکار کنیم؟ اگر سوال دهیم، خب مولانا جواب میدهد که میگن که گفت پیغمبر که چون کوبی دره عاقبت زان در برون آید سره. یعنی که اگر ما رفت یک در رو یک مراتبه 2 مراتبه کوبیم در کشاده نشود نرویم، 3م 4م همون در رو کوفتن گیریم، عاقبت از همون در چی؟ سره بیرون میاد، یعنی در رو میکشن. چون زی چاه میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی بر آبی پاک. وقتی مثلا ما یک چاه رو کندن گیریم، هر روز اگر اون چاه رو کندن گیریم شاید بعد 10 روز، بعد از 1 ماه، بعد از 1 سال، بعد از 10 سال عاقبت به وقت نه وقت آب میرسیم، یعنی عاقبت به آب میرسیم. این آرزو هم وقتی در دل ما پیدا شد، اگر برای عملی کردنش، خب برای عملی کردن یک آرزو راه هدف رو میگذاریم و حرکت میکنیم، مانع ها رو برطرف میکنیم و به همون سمت خود آموزی و دیگر کارها عاقبت میبینیم که ما بعد از 5 سال یا 10 سال به آرزومون رسیدیم. وقتی که به پشت میگیریم میگیم من یک روز به این میخندیدم که من کجا، این آرزو کجا، اما امروز در همون هدف هستم. مردم در خارج بعضن درس‌ها هست بیزنس ترینینگ میگن، мотиваторها هست، یعنی که روحیه انسان بلند میکنه و میکنه. مردم پولی کلان داده میترید، اما روز از روز که وقتی که نزدیکتر میشدن به اشعار مولانا بعد درک میکردم که قریب 60% کلی همین استادان وی 60% از مولانا استفاده میبره. بعد درک کردم که چرا سرفروشترین کتاب در امریکا این مولانا است، مثنوی معنوی. یک زمان یک قصه رو من میخواندم، روسی بود، بسیار پسندم اومد، آوردم نزد ترجمه کرد. بعد گفت که این از مولانا است. بعد یک لحظه عجیب شدم، چون اول انگلیسی بود، از انگلیسی روسی ترجمه شده بود، از ترجمه، اما وقتی که اصیلش قیاس میکنی کلا رنگ دیگر داشت. اکنون سری مسئله ای که یک مرد اندونزیایی حاضر اطراف این گپ زنید، مرد اندونزیایی ببینید این مولانا جلال الدین بلخی که فرزندی مثلا ملتی ما محسوب میشوند، خدمت بزرگی این مرد رو بینید که امروز همین نکته که شما اشاره کردید، چقدر ما در دنیا آدم‌هایی داریم که تنها به خاطر آثار مثلا مولانا اومدن زبان ما رو آموختند و یاد گرفتن. برای چی؟ چون مثلا آنها وقتی ترجمه رو خواندن درست یک لذت بردن. اینهایی که اهل فهم بودن گفتن که اگر ما از ترجمه این لذت رو بریم، خودی مثنوی رو با زبان تاجیکی خوانیم چه لذتی داشته باشد. به این خاطر اومدن این زبان اصل رو آموختند و از روی اصل مثنوی رو خواندن.
ҳамон марде ки ҳоло шумо ишора кардед ки 6 сол зиндагӣ кард. 6 сол зиндагӣ кард. Марде 6 сол дар ҳамин Тоҷикистон зиндагӣ кард ба хотире ки забони тоҷикиро омӯхт. Якум донишгоҳи Индонезияро қатъ кард. Пас аз ӯ донишгоҳи Англияро, Лондон ҳатто накунем. Пас аз ӯ омад, мардум дар ҳаяҷон буд. Ҳамин чӣ зураш омадааст ки омадааст дар ҳамин хуҷанд буд бештар. Зиндагӣ мекард, ба мардум робита мекард то ки вай шавад. Аммо ҳадаф ва мақсади асосиш ҳамин буд ки забони форсиро омӯзад ва аслии Мавлоноро ё китоби Маснави Маънавиро хонад. бузурги Мавлоно ин аст ки Мавлоно худашонро мутааллиқ ба ин чиҳо намедонистанд. нигоҳи Мавлоно фаротар, инсонӣ буд. яъне тамоми инсониятро эҳтиром доштанд ва имрӯз ҳам мебинем ки Мавлоно мутааллиқ ба башарият ҳастанд. тамоми олами башарият Мавлоноро эҳтиром дорад, новобаста аз миллату забону дин ва ҳама осори ин бузургро мехонанд. порчаи шеърирам буд ку, яъне ки он гуна бале чуноне ки урфӣ гуфтааст ки ба неку бад чунон сар кун ки баъд аз мурданат урфӣ мусалмонат ба замзам шӯяду ҳинду бисӯзонад. ҳамин хел зиндагӣ кун ки яъне ҳар кас ба расму оини худаш туро қабул дошта бошад. Мавлоно вақте ки мегӯянд вафот мекунанд, дар рӯзи ҷанозаашон намояндаи тамоми динҳо, насрониҳо буданд, яҳудиҳо буданд, зардуштиҳо буданд, мусалмонҳо, габр ҳама омаданд, гирья мекарданд. вақте ки расму маросими худ тааҷҷуб мекарданд ки масалан мусалмон мегуфт яҳудию насронӣ чикор мекунанд, насронӣ мегуфт инҳо чикор мекунанд, ҳама мегуфт Мавлоно аз мо аст. ин нигоҳи бартари Мавлоно, чун Мавлоно шиорашон ин буд ки дар ин хок дар ин мазраъаи пок ба ҷуз меҳр ба ҷуз ишқ дигар тухм накорем. яъне ҳамаро ба ҳама Мавлоно муҳаббат мекарданд, ба ҳама хубӣ мекарданд. ба ин хотир ҳама Мавлоноро қабул дошт. агар мо имрӯз башарият тамоми инсонҳо тасаввур кунем, ба ҳамин андешаи Мавлоно зиндагӣ кунем, ҳамаи ин ҷангҳои имрӯз дар дунё мебинем, масалан намедонам хоҳ барои ягон замин аст, хоҳ барои як манфиате ҳаст, бовар кунед аз байн меравад. Мавлоно мегӯянд ки мо барои васл кардан омадем, на барои фасл кардан омадем. мақсади мо васл аст, муттаҳидӣ аст, ваҳдат аст мақсади мо. хонуме аз Фаронса буд, номашро фаромӯш кардем. ҳамон бисёр сухани хуб ёд омад. хонуми олмонӣ Анимери Шимел ҳаст, Шимели олмонӣ буд. бале олмонӣ. 40 соли умрашонро ин занаки бузург гӯем вақфи ҳамин омӯзиши Мавлоно карда буданд. ҳамин хонум Шимел агар даврони зиндагишонро бинем ба ҷанги дуввуми ҷаҳон дуруст меояд. солҳое ки ҳамин ҷанги дуввуми ҷаҳон буд, мегӯяд танҳо чизе ки маро дар он мусибати он рӯза наҷот медод ашъори Мавлоно буд. вақте ки кам кам ман ба ин шеъри Мавлоно ба Маснавӣ шинос шудам, баъд мегӯянд ман фаҳмидам ки ман бояд чӣ роҳеро интихоб кунам. сипас ҳамин роҳро интихоб кардам мегӯянду. баъд мегӯянд хуб ман дар ин муддате ки ин корро кардам, як-ду сухан аз ин хонум мебарам. агар як оташсӯзӣ шавад фарзан дар тамоми дунё, пажар, бале, ҳамаи китобҳои дунё сӯзанд, ҳеҷ китобе боқӣ намонад ҷуз Маснавии Маънавӣ. агар мегӯяд фақат ҳамин Маснавӣ боқӣ монад, шумо донед ки боз олами башарият роҳи худашро пайдо мекунад, зиндагии хубашро пайдо карда роҳро идома медиҳад. ин баҳои ҳамин хонум Шимел ба Маснавӣ аст. акнун мо тоҷикон, форсӣ забонҳо тасаввур кунем ки чӣ ганҷинаи бузурге дар дасти мо ҳаст. бе ҳеҷ тарҷумае, бе ҳеҷ воситае, агар ману шумо имрӯз Маснавиро ҳамин хел кушода хонем ки 800 соли пеш Мавлоно пеш аз мо зиндагӣ карданд, бе ягон мушкилӣ мо Маснавиро мехонем. Маснавӣ 6 дафтар аст, зиёда аз 26000 байт. агар ки як гапи аслии дигар ҳам ҳаст, бале, инро бояд гӯем, чунки он ки дарди мардум аст бояд гӯем. ҳозира баъдан филмро тарҷума мекунанд, мардум тамошош намекунанд, мепурсед чаро, мегӯяд намефаҳмем. ҳамин тарҷумаҳои баъзан тоҷикӣ, адабӣ. дуввум, вақте ки мо чӣ қадар дур шудаемро дар назар дорам. вақте ки китоби Маснавиро мекушоянд, мехонанд, чизе намефаҳманд. акун на ҳамао, лекин бале, ин ҳам ҳаст. дуруст. имрӯз ин мусибат мутаассифона дар байни мост. барои чӣ? чун мардуми мо як муддат аз китобу китобхонӣ дур шудем. инро ҳама қабул дорем. акнун мо бояд чӣ кор кунем? акнун бояд мо шумо бибинед, бояд инро мо сода карда ба мардум расонем.
نمیدونم شما میدونید هدف ما هم همین است که شاید ما ادعا نداریم که ما یک شارح مثنوی هستیم یا که یک مولانا شناس هستیم، نه، لیکن به قدری فهمی خود کوشش میکنیم همین رو کمی ساده تر کرده برای مردم رسونیم. برای چی؟ اگر امروز تلویزیون هم بینیم برنامه فروغ صبحی دانایی سال دومش هست که شده ایستاده است، همین برنامه فروغ صبحی دانایی هم کمی مردم رو به کتابخوانی و به بزرگان ما نزدیکتر کرده ایستاده است. این خود یک کوشش است. اکنون بیاید ما هم به حد امکان گفتنی که ما هم دعوت کنن تلویزیون. نه ما این را گفتنی نیستیم. ما میخوایم که به حد امکان خودمان مثلا در تلویزیون، در همین کانال های اینترنتی خودمان مولانا رو برای مردم خودمان کمتون به همین فهمی که داریم برای مردم آشنا کنیم. اصلا در شبکه‌تون درباره مولانا چند قدر برنامه دارید؟ تقریبا زیاده از قریب نزدیک 60 نوار تنها درباره شرحی مثنوی و همین قصه های مولانا است و ما تصمیم داریم که چون میدونید مثنوی 6 دفتر هست. اصلا همین گونه شبکه ها باید ما تبلیغشان کنیم، یعنی که باید رکلام، باید تبلیغ کنیم. پندنامه نام دارد. پندنامه در شبکه های یوتیوب میتوانید پندنامه وارد بشوید تماشابینان عزیز، هم اینستاگرام هم یوتیوب. پندنامه با زبان انگلیسی باید نویسن. پندنامه با کلیلی هم اگر نویسن، مثلا پندنامه در یوتیوب، پندنامه نقطه تی جی در اینستاگرام. مقصد ما یک چی است؟ همین بزرگانمون رو از حضرت رودکی شروع کرده تا امروزه بزرگانمون هر کی سخنی خوب گفته است ما همون سخنی خوب رو میگیریم، ساده تر میکنیم، کاری ما رو خیلی آسان میکنید. کاری ما رو خیلی آسان، زیرا زوری مشت از وحدت انگشت های است. بله، یک خودی ما کار کردن نمیتونیم. هر کجایی که هستند از این سبب دستاشون رو میگیریم، جوش بیاد تبلیغشون میکنیم، جوش بیاد هر چی که است تا که ما پهلوی شما باشیم و در هر صورت ما هستن نیستیم شما پهلوی مردم باشید. یک نقطه هم باشد اگر که ما یک ذره هم برای ملت و دین خدمت کنیم، اگر برای ما افتخار بزرگ است. چون مثنوی معنوی کلا درباره انسانیت و آدمیت است. یک پرچه شعری بود که اصلا نه همه بدن حالت هم هست که نه همه دیندارو پیسند است مولانا. این رو دیدیم. همین خودمان بیگانه نه، خودمان دیدار سنگ پرتو میکنن جانی مولانا، این رو زیاد میبینیم. یک پرچه شعری هم بود که بیشتر همون به فکرم همون مثنوی معنوی رو در نظر دارید، به حضرت جامی رو نسبت میدن که مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبانی پهلوی. چون مثنوی سراپا مثلا از تجربه خودشون بعد از قرآن گرفتن، مولانا از حدیث های پیامبر گرفتن، از تاریخ ملت ما گرفتند، همون چیزها رو از یک حکایه های ساده بزرگترین حکمت و پند و نکته ها رو میخواهند برای ما، برای زندگیمون رو آسان کردن، راهمون رو پیدا کردن، مولانا در مثنوی بیان کردن. این نکته رو میخوایم بیان کنیم که مثنوی کتابی میده نیست، از 6 دفتر عبارت است. در مجموع هر دفتر اگر همه رو جمع کنیم نزدیک 26,000 بیت رو فرا میگیرد. این 26,000 بیت به دهن گفتن آسان است که واقعا شما تصور کنید وقتی که ما اگر چنین چیزهای بزرگ داریم، چنین گنجینه های داریم، آیا حیف نیست که اینا همین خیلی خوب روند و همین رو به مردم نرسانیم؟ شاید دیگر کسان، دیگر ملت ها اگر خواهد یک چیز رو گوید سخنی نیاید برای دیگران گوید، لیکن ما شما نگاه کنید که چقدر بزرگان داریم. وظیفه هر یک انسانی که اگر کمی در این راه میخواد رفتن این است که همین نکته ها رو برای مردم مولانا رو در یک چیزش من بسیار یک کیفیت میبرم. نگاه کنید در زمانهای دشواری آنگونه روانشناس بودن که اکثر روایت ها قصه ها رو به حیوانات، میش و گربه و پیش همین هر چی که از خر و اسب و شیر و پلنگ و قیاس میکردن، اما همون ها رو میفهمید گپسریانه، یعنی که نمیگفتند که همین تو دوز، اما از به یک واسطه. چون بله اگر ما مستقیم همین پیام به یک نفر بگیم که تو فلان، این سخت میرسد. لیکن برای چه قصه؟ چون قصه دوستم به ما انسان ها خیلی در زندگیمون نقش میبازد. حتی به قرآن نگاه کنید که چقدر ما قصه های قرآنی داریم. خداوند وقتی میخواد یک مطلب رو بیان کند به واسطه قصه برای ما میگه. مولانا هم از همین روش استفاده برده به واسطه گفتی خودتون همین حیوانات. لیکن این قهرمان ها، این حیوانات در اصل همین ما انسان ها هستیم که همون خاراکتر، همون خصلت حیوان اگر در وجود ما باشن، مثلا ما گرگ یا که نمیدونم خر یا که خرس یا که هر همین قصه‌ای که آوردن،
ما قهرمان هستیم. ما وقتی که گویا اینها یک آینه هستند که ما پیش خود میمونیم این قصه را و خودمون رو میبینیم ما کدام از این قهرمان هستیم، مثبت یا منفی. اگر منفی هستیم راه های اصلاح را هم گفته هستند، اگر مثبت هستیم مغرور نشویم. باز راه را ادامه دهیم. یک یادم اومد یک لحظه چشم پوشی استاد یک قصه رو نقل کرد. شیر در جنگل تمامی حیوان‌ها شکار میکرد. بعد همه دیگر جانورها مصلحت کردند، گفتند که ای شیر بیا تو زحمت نکش، ما هر روز رو تقسیم میکنیم. یک روز مثلا همین اسب میبرد، یک اسب میدید در همون قبیله هاشون، یک روز خرگوش، هر یک جانور هر روزی یک چیز میبرد. همه میبرد، نوبتی خرگوش میوید. بسیار فکر کنم یادم نیست، این سالها بود قصه. بعد نزد شیر میوید خودش، بعد میپرسد که کنی؟ میگود وی من سوغای من خوراک من. بعد میگوید که در همون فلان جا میگوید یک شیر دیگر بود از دست من گرفتش. میگوید او گفت که من زور هستم. ای گفت که کی گفت؟ یعنی که وقتی که وی میگوید رفته من نشان میدیم. نزد یک چاه میبرد، اما چخوری کفتد، پایان آب بود. خرگوش داناگی میکند، میگوید که ای میگود شیر میگود من میترسم، من دیگر نمیروم. میگود نترس، من هستم. میگود الله عقل مرا کنارت گیر. مرا وقتی که شیر رو کنار میگیرد و نگاه میکند، عکس خودش را میبیند در همون پایان با خرگوش. میگود انا دیدی همون خرگوش را گذاشته خودش در اون چاه میافتد، در اونجا نابود میشود. یکی از قصه های بزرگی مثنوی است و اونجا خیلی بحث های طولانی است. بله چند معنی را داد. اما استاد یک چیز گفت که در زندگی باید برای زندگی کردن کمی هم زیرک باشی. بله طرز همین با مانند همین خر و گوسفند هم خیر رفتن نگیرو. شما ببینید که مثلا در همینجا خرگوش تمام جنگل رو از دست شیر نجات داد، چون نو چیتر رو که گفتید هر روز یک کس به خواهش خودش می اومد که تو مرا خور. این خرگوش اومد با این نیرنگی که کرد، دیر اومد عصبی بود شیر، با یک نیرنگ جان همه را نجات داد. بله همین چیتر رو که میگید باید در زندگی مثل گوسفند همیشه همین قصه هاش خیلی زیاد است، خیلی سر تا پا قصه است و همه هم برای زندگی ما یک شیء لازمه است که میتونیم یک درس و عبرت گرفته زندگی خوبی برای خود سازیم، به خصوص روی انسان سازی. چون ما برای این اومدیم که خودمون رو به یک انسانی کامل تبدیل کنیم. هر روز باید مثلا ما پیشرفت کنیم. مثنوی همین چی رو میخواهد. مقصد مولانا این است که میگوید که دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر کزده بودد ملولم و انسان مرزوز. منظور مقصد مولانا انسان سازی است. اگر ما به این آثار بزرگان به خصوص مولانا رجوع کنیم، قطعا یک انسانی کامل از خودمون میسازیم. وقتی انسان که کامل شد، جامعه کامل میشه، جامعه سالم میشه. این مقصد مولانا است. بسیار یک صحبتی جالب شد. میگه عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است و اگر ناخوش گذرد نیم نفسش بسیار است. متاسفانه کوتاه میکنیم سخن را. از چه سبب؟ برای جلب کردن آهسته. چون نه همه پیسند این گونه برنامه ها است. این رو دیده ایستادیم. بله. چگونه که یک نواری عادی یا زیر اینجا رقص کرده میشتیم هر دوم چقدر تماشابین میگرفتیم. اما کوشش ما این دشوارتر است. تشکر که سخنی ما رو رد نکردید. ما دائما کوشش میکنیم که هر نفر رو دعوت کنیم، از اون نفر گیریم چیزی و به مردم بدیم. اون میکنم باز روزهای نزدیک شما رو دعوت میکنیم باز اطراف مولانا صحبت خواهیم کرد. چون 6 دفتری که گفتید ما از اون یک ورقش رو میگفتیم. بله خوش اومدید. سلامت باشید دوستان. پندنامه بله پندنامه